أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزیزان حاضر در لایو، برادران بزرگوار و خواهران گرامی، در ادامه تفسیر و تشریح آیات مبارکه سوره احزاب که تقریبا 25 آیه این سوره مبارکه در درسها و جلسات گذشته تفسیر شده و امشب آیه 26 و 27 این سوره تلاوت گردید. عرض کنیم که این آیات هم در رابطه با همون جریان احزاب هست، اما درباره گروهی از یهودیان، همانطوری که در درسهای گذشته گفته شد، در جریان احزاب و جنگ احزاب همه گروه ها متحد شدند، همه با هم اتحادیه تشکیل دادند بر علیه مسلمانان. منظور از گروه های مشرکین، قبایل مختلف عرب و یهودی های مختلف، یهودی های خیبر که در خیبر هم یهودی های خود خیبر بودند و هم بنو نظیر که تقریبا 1 سال قبل از جنگ احزاب اونها جلاوطن شده بودند و تبعید شده بودند به خاطر خیانت خودشون. بنو نظیر هم نقش داشتند و یک گروه از یهودی ها، یک قبیله بزرگ به نام بنو قریظه در مدینه بود، اونها را هم فریب دادند و با خود همراه کردند. لذا بعد از اینکه در جنگ احزاب خدای تعالی احزاب را و گروه ها را با شکست مواجه کرد و شکست خوردند و تار و مار شدند و ناکام و نامراد برگشتند، این گروه از یهودی ها، اینها دیگه در مدینه بودند، اینها در قلعه هایشون ماندند و این آیات دستور الهی هست در رابطه با بنو قریظه. اما قبل از اینکه این جریان را خدمت شما عرض کنم، به صورت مختصر تاریخ یهود مدینه را، یهودی که اطراف مدینه بودند، خدمت شما عرض کنم که یهودی ها گرچه منطقه اصلی یهودی ها شام بود، اما اینها از سالها و قرنها قبل هجرت کرده بودند و به مدینه طیبه آمده بودند، چون که در کتابهای خودشون خونده بودند، در کتابهای خودشون بزرگان اینها، اسلاف اینها، گذشتگان اینها، علماء اینها در کتابها خوانده بودند که آخرین پیامبر وقتی که مبعوث بشه و وقتی که از سوی خداوند فرستاده بشه، این پیامبر هجرت میکنه در شهری به نام یثرب که نام قدیمی مدینه هست. هجرت میکنه، به یثرب میاد و بهترین انسانهای اون زمان کسانی هستند
که ایشون را یاری کنند و ایشون را نصرت بکنند. لذا اسلاف یهود و گذشتگان یهود از مناطق شام که مناطق سرسبز و آبادی هست نسبت به مدینه، از منطقه شام هجرت کرده بودند به این نیت خیر و به این نیت دینی. اینجا آمدند و گفت هرگاه که این پیامبر بیاد، این پیامبر خاتم و این آخرین پیامبر، ما او را یاری میکنیم و ما به نصرتش برمیخیزیم. لذا اینجا آمدند و اطراف مدینه را سکنا گزیدند، انتخاب کردند برای زندگی. چند گروه بودند. یک گروهی که در خیبر بودند. خیبر چند کیلومتری فاصله داشت با مدینه طیبه، نسبتا دور بود. اما بقیه 3 گروه در مدینه و اطراف مدینه بودند. یک گروه و یک قبیله به نام بنو قینقاع و یک قبیله به نام بنو نذیر و یک قبیله دیگر به نام بنو قریظه. اینها اینجا وقتی که آمده اینجا قرار داشتند از سالهای متمادی بودند و یهود در تجارت و در کشاورزی خیلی موفق بودند. اینا با توجه به اینکه هم اهل کتاب، اهل سواد بودند و انسانهای وارد و بلدی بودند، بهترین زمینها، بهترین باغهای نخل و خرما و بهترین کشاورزی و بهترین تجارت در دست اینها بود. گویا نبض اقتصاد اون زمان مثل امروز که یهود در دنیا بزرگترین تاجرها و بزرگترین بازرگانان و بزرگترین سرمایه‌داران یهودی ها هستند، به اندازه که حتی اروپا و آمریکا را تحت تاثیر خودشون قرار دادند. اون زمان هم بزرگترین تاجرها اینها بودند، بهترین باغها در دست اینها بود. لذا اینها در انتظار پیامبر خاتم بودند. زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه مبعوث شدند و ادعای نبوت کردند، یهود باور نکردند. سوالاتی را به مشرکین مکه یهودی ها القا کردند که شما این سوالات را بپرسید که در سوره بنی اسرائیل و در سوره کهف تفصیلش آمده. همه اون سوالات را که درباره ذوالقرنین بود، درباره اصحاب کهف بود، درباره روح بود و سوالات دیگر مثل این که سیدنا یوسف چگونه به مصر آمد، داستانش از چه قرار بود، همه این سوالات را آن حضرت صلی الله علیه و سلم در پرتو آیات الهی پاسخ دادند، جواب دادند. یهود به این باور رسیدند که ایشون پیامبر خداست. اما متاسفانه عصبیت، تعصب مانع ایمان اونها شد. به دلیل تعصب ایمان نیاوردند. وقتی که آن حضرت به مدینه طیبه تشریف آوردند، بسیاری از علماء یهود وقتی که آمدند، بعضی از علمایشون که صالح بودند، زاهد بودند، بدون تعصب بودند، مثل عبدالله ابن سلام، ایشون وقتی که آمدن، گرچه نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم تبلیغات بسیار سوی هم شده بود، بیشترین تبلیغات را خود یهود می کردند. چرا با پیامبر مخالف شدند؟ این علت را هم عرض بکنم که علت مخالفت اونها تعصب قومی بود. اونها گفتند که ما انتظار داشتیم همه انبیای قبل از این از بنی اسرائیل بودند، این یکی هم از بنی اسرائیل مبعوث می شد، اما چرا از فرزندان اسرائیل و یعقوب مبعوث نشد، فرستاده نشد و فرزندان اسماعیل که در فرزندان اسماعیل سلسله نبوت قبلا نبوده، معروف نبوده و این آخرین پیامبر را خداوند از نسل اسماعیل فرستاد، به این علت اینها مخالفت کردند. گویا عصبیت، تعصب قومی باعث شد که ایمان نیاورند. به این دلیل بر علیه پیامبر
پروپاگاندا هم زیاد بود، توطئه زیاد بود، تبلیغات سو زیاد بود. عبدالله ابن سلام که یکی از علمایشون بود هم از این تبلیغات زیاد شنیده بود، اما به محض اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرد و چهره انور آن حضرت را مشاهده کرد، گفت که این چهره نمیتونه چهره کاذبی باشه، چهره دروغینی باشه. فوراً به محض اینکه آن حضرت را دیدند و سخنان آن حضرت را شنیدند ایمان آورد. و خیلی دیگر از علماء یهود و از شاگردان عبدالله ابن سلام ایمان آوردند. اما بیشتر یهود که این 3 قبیله بود اینها ایمان نیاوردند. وقتی که حضرت رسول آمد و تمام انصار مدینه، بالخصوص قبایل مدینه که در رأس این قبایل قبیله اوس و خزرج بود و این اوس و خزرج 2 تا قبیله بسیار بزرگ بود و قبایل و باشندگان اصلی مدینه اینها بودند و با یهود هم معاهده داشتند، پیمان داشتند، پیمان دوستی برادری قبل از اسلام داشتند. اینها وقتی که ایمان آوردند یهود نتوانستند که کاری دیگه بکنند، مخالفت دیگه بکنند. اینجا بود که به ظاهر با آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیمان بستند اما پشت سر توطئه می کردند. هیچ وقت اینها از توطئه بر علیه آن حضرت باز نیامدند. پیمانی که با آن حضرت بسته شد در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی، وقتی که پایه حکومت اسلامی را آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مدینه طیبه پایریزی کردند، قبایل یهود بر چند چیز با آن حضرت پیمان بستند. یک، اولین مفاد پیمان این بود که تمام قبایلی که در مدینه زندگی می کنند، اهل ادیان، هر دینی دارند، یهودیت، مسیحیت، در امور مذهبیشون آزاد باشند و هیچ کسی باشون کاری داشته نباشه و بتونن آزادانه مراسم مذهبی را انجام بدن. اسلام که با این چیز مخالفتی نداره، در اسلام آزادی بود. فرمودن آن حضرت شما آزادید. دومین بندش این بود، مفادش این بود که مال و جانشون محفوظ باشه. یعنی مسلمانان که حکومت را تشکیل دادند باید از مال و جان و عرض و آبروی یهود هم محافظت کنند که این را هم آن حضرت صلی الله علیه وسلم پذیرفتند. و سومین بند این بود که هرگاه حمله از خارج مدینه شد بر علیه مدینه و اهل مدینه، چه بر علیه مسلمانان چه بر علیه یهودی ها، همه موظفند که با این دشمن خارجی مبارزه بکنند و از مدینه دفاع بکنند. این بند را بالاخره و بندهای دیگه با مهمترینش اینها بودند، بر اینها قرارداد شد و معاهده بسته شد، پیمان بسته شد. اما متاسفانه یهود یه قومی هست که قرآن میفرماید، خدای عزوجل میفرماید که اینها همیشه نقض آشکار داشتند، اینها همیشه پیمان شکن بودند، پیمانها را میشکستند. خداوند در سوره مبارکه نساء میفرماید فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق. اینکه خداوند اونها را محروم کرد و اونها را مورد لعن و نفرین قرار داد، خدا میفرماید به سبب پیمان شکنیشان، فبما نقض میثاقهم و کفرهم بآیات الله. هر پیامبری را که خدا میفرستاد اینها نسبت به آیات الهی کفر میکردند. حتی موسی را که اینها میگفتند ما قبول داریم، اما به آیات تورات کفر کردند. گفتند که ما قبول نداریم، شاید اینها را از طرف خودت آوردی. موسی علیه السلام فرمود شما نماینده انتخاب کنید. 70 نفر از نخبگانشون انتخاب کردند تا کلام الهی را بشنوند، سخن پروردگار را بشنوند و پروردگار تایید کند که تورات کتاب من است. وقتی که شنیدند باز هم گفتن لن نؤمن حتی نرى الله جهرة،
ما ایمان نمی آوریم تا خدا را علنی ببینیم. اینکه خداوند بعداً بر اونها عذابی فرستاد و به برکت دعای موسی دوباره اونها بالاخره زنده شدند یا به هوش آمدند. علی ای حال اینها همون زمان هم نقض عهد می کردند. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. خدا می فرماید، خداوند در سوره مائده می فرماید خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و بعثنا منهم 12 نقیبا و خداوند 12 تا سردار و نماینده برای اونها تعیین کرد و به وسیله اونها پیامهای الهی به پیامبر خدا فرستاده میشد به موسی و به وسیله اونها به قبایلشون. اما اونها چه کار کردن؟ باز در سوره نساء خدا میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. چون اونها پیمان شکن بودن، پیمانشون را شکستن، ما اونها را لعنت کردیم، نفرین کردیم و دلهای اونها دلهای سخت و سنگی شد تا از ایمان محروم شدند. بالاخره با تمام انبیاء بنی اسرائیل همین تعامل و برخورد را داشتن. سیدنا عیسی آمد همچنین، سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد همچنین. اینجا هم گفتن چرا از میان ما نیست؟ اگر از میان شما بود همین شما ایمان نمی آوردید. قرآن شما را به عنوان یک قوم ناقض عهد شکن معرفی می کند. بالاخره بر این مسائل که اینها با آن حضرت صلی الله علیه وسلم پیمان بستند، اینها به این پیمان ها هم عامل نشدند، وفا نکردند، شکستند پیمان را. هر سالی یکی از این قبایل پیمان را شکست. به صورت خلاصه عرض کنم، در سال دوم هجری وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بدر تشریف بردند، یه زنی از زنهای مسلمان رفت به منطقه بنو قینقا شیر می فروخت. اونجا بهش حمله کردند، چون مسلمان بود، حیا داشت، حجاب داشت. لباسهای این زن را بیرون کردند و بی پردهش کردند و تمسخرش کردند. یه مسلمانی احساساتی شد و اون یهودی که این تعرض را کرده بود و این بی‌ادبی را کرده بود به اون حمله ور شد و اون یهودی را کشت، از پای در آورد. و بعدا یهودی ها حمله کرده اون مسلمان را کشتن، شهیدش کردن. بعدا آن حضرت وقتی که برگشتند و بررسی کردند، دیدند که مقصر یهودی ها هستند که به زن مسلمان تعرض کردند. آن حضرت چند روزی آنها را فرصت داد که از اونجا کوچ بکنند، تبعیدشون کرد، چون که پیمان را شکستند و تا اینکه قبل از اون موعد مجبور شدند مدینه را ترک بکنند. بنو قینقا رفت سال دوم. سال چهارم گروه دوم یعنی بنو نذیر، اینها قصد جان آن حضرت صلی الله علیه وسلم را کرد. آن حضرت رفته بود به خاطر یه دیه‌ای که پول جمع آوری می‌کردن، برای اون دیه اینا می‌خواستن توطئه بکنن، آن حضرت را ترور بکنند که آن حضرت مطلع شد، الله تعالی اطلاع دادند. این خیانتشون هم برملا شد. بنو نذیر را هم آن حضرت دستور دادند محاصره بشه، در سوره حشر می‌خوانیم. محاصره شدند و فرصتی به اونها داده شد. اینها را هم آن حضرت صلی الله علیه وسلم تبعید کردن، رفتن به شام، بعضیشون رفتن به خیبر. سردارشون حیی بن اخطب که نقش کلیدی را در جنگ احزاب او داشت، این اونجا رفت پناه برد. و سال پنجم همین جریان احزاب فقط بنو قریظه مانده بود. بنو قریظه که مانده بود، اینها تا به حال نقض عهد نکرده بودند، اما در این سال وقتی که احزاب آمدن، این حیی بن اخطب آمد پیش سردار بنو قریظه به نام کعب ابن سعد. پیش او آمد و به او کعب گفت که شما با ما همراهی کن. او گفت من نمیتونم همراهی بکنم، شما می جنگید، فردا میرید اینجا، من میمانم و قبیلم در مدینه، مسلمان ها به من تعرض میکنن. گفت نه، کار مسلمان ها تمامه و ما چنان لشکری آوردیم که یک سر میکنیم کار را. و اینقدر تبلیغات کرد که او بیچاره را فریب داد و او مجبور شد که عهد را بشکنه با مسلمانان و با کفار همراهی کرد. وقتی که با کفار همراهی کرد
و به کفار هم اسلحه میدادند، هم غذا و خوراک میدادند، پشتیبانی مالی میکردند. آن حضرت متوجه شد که بنو قریظه خیانت کرده، پیش بنو قریظه فرستاد، اما بنو قریظه تصمیم گرفته بود و باز نیامد تا اینکه جریان احزاب تمام شد. یه ماهی که اینها محاصره کرده بودن مدینه را تمام شد. بعد از این مدت و بعد از تمام شدن، بعد از شکست کفار، همه گریختند، همه فرار کردند که ما در درس‌های گذشته خواندیم خداوند چگونه بادها را فرستاد و فرشته‌ها را فرستاد که اینها بالاخره با همدیگه هم اختلاف کردند و موفق نشدند، همه فرار کردند. وقتی که فرار کردند آن حضرت صلی الله علیه و سلم و صحابه برگشتند به مدینه منوره، از سنگرها و از خندقها برگشتند و وقتی که به مدینه تشریف آوردند در روایت اینگونه میاد که جبرئیل امین آمد. آن حضرت لباسهای جنگی را از تن در آورده بودند و میخواستند استحمام بکنند. جبرئیل گفت که شما لباس را در آوردید، لباس جنگی را، زره جنگی را، در حالی که ملائکه و فرشتگان هنوز با همون لباس جنگی هستند و دستور رسیده که به طرف بنو قریظه برین، یعنی فوراً برید، هیچ مجال آمادگی و مجال فرار کردن بهشون ندیم. آن حضرت دستور دادن به صحابه که همه نماز عصر را در بنو قریظه بخوانند. همه این دلاور مردان آماده شدند، دوباره لباس جنگی پوشیدن و حرکت کردن به سوی بنو قریظه و اونجا بنو قریظه را محاصره کردند تا چندین روز محاصره ادامه داشت. قلعه های بسیار مستحکمی داشتند، باغات بسیار زیادی داشتند. اما این را خدمت شما عرض کنم که سردار بنو نظیر که اینها را فریب داده بود هم در همین قلعه بود، چون به سردار بنو قریظه گفته بود من با شما میمانم، اگر پیروزی شد برای همه ما باشه، اگر شما میگید که فردا به شما حمله میکنن، شما را اسیر میکنن، شما را میکشن، باز هم من در کنار شما خواهم بود. و بالاخره هم سرداران بنو قریظه اونجا در محاصره بودند، هم سرداران بنو نظیر، همه یهودی ها بودند. چند وقتی که محاصره ادامه داشت، بالاخره خوراکی هایشون، آذوقهشون تمام شد. یه روزی کعب ابن سعد که سردار بنو قریظه بود و سردار یهود بود، چند تا پیشنهاد داد به بنو قریظه، به قبیله خودش که اونجا بودند. یک اولین پیشنهاد این بود که اگر میخواهید، شما میدونید که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خداست، فرستاده خداست، اما چون از ما نیست ما ایمان نیاوردیم. اگر شما میخواهید مسلمان بشید، اگر مسلمان بشید هیچ کاری با شما ندارند، هم جان شما، هم مال شما، هم زن و بچه شما، همه محفوظ میمانه. اما خدا نیاره عصبیت را، تعصب را که انسان را کر و کور میکنه. اونها گفتن نه، این شدنی نیست، ما هرگز مسلمان نمیشیم. این پیشنهاد را رد کردم. پیشنهاد دوم این بود که ما خودمون زن و بچه‌مون را بکشیم، از بین ببریم تا دغدغه اونها داشته نباشیم، بعداً شروع میکنیم به جنگیدن با مسلمانان، تا آخرین قطره‌ای که داریم می جنگیم، یا هممون کشته میشیم یا بالاخره پیروز میشیم. این هم نپذیرفتن، گفتن که زن و بچه چه گناهی کردن، چرا اونها را بکشیم. سومین پیشنهاد دادند که هفته آینده روز شنبه وقتی که میاد، ما در محاصره هستیم، مسلمانان میدونن که روز شنبه روز مقدسی هست و ما در روز شنبه هیچ فعالیتی نمی کنیم. اونها به امید اینکه هیچ حمله از سوی ما صورت نمیگیره، اونها غافل خواهند بود. ما روز شنبه اونها را غافلگیر بکنیم، حمله بکنیم، شاید پیروز بشیم، شاید بتونیم اونها را از پای در آوریم، محاصره را بشکنیم. اما این را هم نپذیرفتند و گفتم ما در شنبه حمله نمی کنیم. بالاخره آخرین پیشنهاد همین بود که تسلیم بشیم، ببینیم که مسلمانان چه کار میکنن با ما. اما قبل از تسلیم شدن اینها تصمیم گرفتن یک سری اطلاعاتی بگیرند.
یه صحابی به نام ابو لبابه را خواستند که ببینند ابو لبابه چی میگه. ابو لبابه آمد و زن و بچه های یهود گریه میکردند و اشاره کردند محمد با ما چه رفتاری میکنه. ابو لبابه فقط اشاره کرد، دست به گردن برد و گفت همه شما را، گردنها شما را میزنه. به محض اینکه این اشاره را کرد، ابو لبابه احساس کرد که من یکی از اسرار را اینجا گفتم و این خیانتی شد، کار خوبی نشد. فوراً از اونجا برگشت و رفت خودش را به یکی از ستونهای مسجد النبی بست. ستون ابو لبابه، استوانه ابو لبابه، یا امروزه به نام استوانه توبه یاد میشه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود اگر مستقیم پیش ما می آمد، ما از خداوند برایش مغفرت می خواستیم، آمرزش می خواستیم، اما خودش رفته و به خانه خدا پناه برده و به ستون خودش را بسته، هرچی خدا برایش فیصله بکنه. تا اینکه بعد از 6 روز زاری و گریه توبهش قبول شد. به همین دلیل امروز مسلمانان در کنار اون ستون نماز توبه میخوانند و استغفار میطلبند از پروردگار. بعد از اون یهودی ها بنو قریظه خودشون قبول کردن، گفتن ما هرچی که درباره ما فیصله بشه، اما حکمیت سردار قبیله اوس حضرت سعد ابن معاذ را ما میپذیریم. هرچی او فیصله کرد. حضرت سعد ابن معاذ در همین جنگ زخمی هم شده بود، تیر خورده بود به دستش و خون بند نمی آمد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مسلمانان گفت اونها که حکمیت سعد را پذیرفتند ما هم میپذیریم، هر فیصله سعد درباره اونها بکنه ما حرفی نداریم. فرستادن سعد را که زخمی بود بیارند. سعد را بر روی الاغی آوردند و حال خوشی نداشت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به صحابه فرمود قوموا الی سیدکم، برخیزید بلند شید که سردار و سید شما آمده و ایشون را از اون سواری و الاغ پیاده کنید. حضرت سعد را آوردن در حالی که زخمی بود و به سعد گفتن که بنو قریظه حکمیت شما را و داوری شما را پذیرفته. حضرت سعد گفت هر چه من فیصله بکنم اونا حرفی ندارن؟ گفتن نه. گفت شما هم حرفی نداری؟ به مسلمانان خطاب کرد. به آن حضرت همه گفتن که هر چی که شما فیصله بکنید ما حرفی نداریم. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمود با وجودی که حلیف بود، هم پیمان بود و یهود هم ایشون را انتخاب کردن به همین دلیل که گفتن در زمان جاهلیت با هم پیمان داشتیم، شاید همون دوران و همون روزها بیادش بیاید و با ما برخورد تندی نکند. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمود که فیصله من اینه که تمام مردهای جنگجویشون را بکشید، زنها و بچه ها را برای خودتون و اموالشون را و زمین ها را برای خودتون نگه دارید. این فیصله را که کردند آن حضرت فرمود عملی بکنید. همه مردان یهود را 10 نفر را آوردند و دستور دادند بیرون مدینه جای ببرند و از دم تیغ بگذرانند. همه کشته شدند. حالا این آیه را ترجمه میکنیم، اما قبل از این میخوام یک نکته خدمت شما عرض کنم که چرا آن حضرت صلی الله علیه و سلم اینها را کشتند. اولا ببینید اگر اهل مکه و همین یهود بر مسلمانان غالب می شدند، بر مسلمانان پیروز می شدند، آیا مسلمانی را زنده می گذاشتند؟ هرگز. اونها این تصمیم را گرفته بودند که برای همیشه فاتحه اسلام را و مسلمانان را بخوانند، برای همیشه تمام بکنن قضیه را. لذا هدف اونها کشتن بود، ولی خداوند موفقشون نکرد. اگر پیروز می شدند می کشتند. الان که مغلوب شدند و شکست خوردند کشته شدند. دو، اینها خودشون حضرت سعد را به عنوان حکم قبول کردند. علما و اهل تفسیر میگویند که اگر اونها ذره عقل از عقلشون استفاده میکردند
و خود رسول الله را انتخاب میکردن شاید رسول الله چنین فیصله نمیکرد، چون رسول الله را قرآن میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم، به برکت رحمتی از جانب الله شما نسبت به مسلمانان بسیار نرمخو هستی. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر شما تندخو بودید و سخت برخورد بودید همه از اطراف شما منتشر می شدند. آن حضرت بسیار انسان نرم دلی بودند و رقیق القلبی بودند و مهربان بودند و همونطور که قرآن می فرماید رحمت بودند. اما یهود خودش رسول الله را به عنوان حکم قبول نکردند. اگر قبول میکردن شاید همون برخوردی که رسول الله با اهل مکه داشتن. اهل مکه چقدر صحابه را شکنجه دادند، چقدر اذیتشون کردند، چقدر مسلمانان را در جنگ های مختلف کشتند. با عموی آن حضرت چیکار کردند، مصعب ابن عمیر را چیکار کردند. اما در احد 70 نفر را چگونه شهید کردند. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه را فتح کردن فرمودن لا تثریب علیکم اليوم، امروز شما ملامت نیستید، خداوند شما را میبخشد. و فرمود هر که در خانه خودش بمانه باش کار نداریم، هر که به خانه ابو سفیان پناه ببره باش کار نداریم، هر که وارد مسجد الحرام بشه باش کار نداریم. شاید اگر آن حضرت را انتخاب میکردن به عنوان داور، آن حضرت این حکم را صادر نمی کرد. وقتی که حضرت سعد را انتخاب کردند، سعد این حکم را صادر کرد، رسول الله هم پذیرفتن، همه پذیرفتن. و سومین نکته اهل تفسیر میفرمایند این فیصله‌ای که سعد کرد عین فیصله تورات هست. در سفر استثناء باب 20 آیه 10 تورات اینجور نوشتن که هرگاه نزدیک شهری شدید اول به اهل اون شهر پیام صلح و آشتی بدید که تسلیم بشن و اگر با شما جنگیدن محاصرهشون بکنید و هرگاه محاصره کردید و خداوند شما را بر اون شهر مسلط کرد، این آیه تورات که میخوانم، خداوند شما را بر اون شهر مسلط کرد، هر مرد را از دم تیغ بگذرانید و زنها و بچه ها و اموالشون را برای خودتون بردارید. این عین دستور توراته. پس بر اساس دستور تورات با اونها رفتار شد. بالاخره به این صورت بنو قریظه تار و مار شدند. خداوند در این آیات میفرماید و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب، خداوند فرو فرستاد بر آن کسانی که حمایت و پشتیبانی کردند مشرکین را از اهل کتاب. من سیاسیم، خدا کجا نازل فرمود؟ خداوند بر قلعه های اونها نازل فرمود. و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلهای اونها خداوند رعب انداخت. فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، یک گروهی از اونها را شما میکشید و یک گروه دیگر را اسیر میکنید، یعنی اسیر میکردید. چنانچه گروهی کشته شدن بقیه اسیر شدن. و اورثکم ارضهم، و خداوند شما را وارث زمین اونها قرار داد. و دیارهم، و وارث دیار اونها قرار داد. و اموالهم، و وارث اموال اونها. و ارضا لم تطئوها، و زمین هایی که هنوز شما اونها را لگت نکردید، زیر پا نگذاشتید. منظور اشاره به فتوحات آینده هست. و کان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیز قدیر و توانا هست. منظور اینه که خداوند عزوجل شما را در آینده هم فتوحات عنایت میفرماید. لذا این شد نتیجه خیانت، نتیجه غدر، نتیجه عهد شکنی که این در عرض کنم که خلق و خوی یهود هست. و امروز هم یهود هر پیمانی که داشته باشند، بعضی از کشورهای مسلمان متاسفانه با اینها دارند معاهده میبندند، با اونها دارن رابطه برقرار میکنند، در حالی که قرآن میگه یهود قومی نیست که مورد اعتماد بشه. همین گروهی که با یهود میخوان ارتباط داشته باشند بالاخره نادم میشن، پشیمان میشن. قرآن که کتاب پروردگار است و پروردگار بندگان خودش را بهتر میداند و میشناسد، همه چیز را دقیق بیان فرموده. خدای عزوجل به همه ما فهم قرآن و توفیق عمل به قرآن عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.